موجبخان جعفری سابق رکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره به جای ایدگل قاسمزاده که 22 ایول سال جاری از بیماری کرونا ویروس وفات وکیل نو مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان از حزب حاکم خلقی دموکراتی انتخاب شده است. موجبخان جعفری روز 15 دکتر در بین کادرهای نفتعینی بود که پرزیدنت امامعلی رحمان به حضور خویش پذیرفته بود. نام موجبخان جعفری در روی خط حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت سال 2020 تحت رقم 15 گذاشته شده بود، ولی در انتخابات از این حزب تنها 13 نفر اول به پارلمان را یافتند. موجبخان جعفری 27 ایول سال 1971 در دهه چارکو در کنار شهر اسفره در خانواده عادلجان جعفروف به دنیا آمده است. پدر او آموزگار فن متماتیکا و خبرنگار فعال جمعیتی بود که در روزنامه اسفره و مطبوعات جمهوریوی درباره نوگری‌های چارکو خبر و مقاله ها می نوشت. موجبخان جعفری سال 1989 مکتب رقم 27 را در زادگاه چارکو به پایان آورده سال 1994 رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بر اساس ترجمه حال رسمیش او با زبان‌های روسی و انگلیسی آزادانه و به زبان عربی توسط لغت بلد بوده است. موجبخان جعفری از سال 1993 تا 2005 در مکتب رقم 27 جماعت چارکو از فن زبان و ادبیات تاجیک درس داده. سال 2005 مدیر این مکتب و سال 2010 سردار بخش معارف اسفره تعیین شد. خانم جعفری بعداً چند سال رکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره و اخیراً مدیر بخش فرهنگ شهرداری اسفره بود. او ماه ینور سال 2020 در دانشگاه آموزگاری دوشنبه رساله علمیش را در موضوع داستان یوسف و زلیخای خاوری شیروزی و مقایسه آن با داستان همنام عبدالرحمن جامی حمایت کرد. موجبخان جعفری مؤلف کتاب‌های راهنمای تربیه، زن درون چشمه و مرتب کتاب دینشناسی است.